به نام خدا و با عرض سلام. جمعه سروری هستم، دانش آموز رشته کامپیوتر ساینس و در این ویدیو قرار است برای شما گرافیک دیزاینینگ را به معرفی بگیریم. گرافیک دیزاینینگ چی است؟ گرافیک دیزاینینگ عبارت از یک هنری با هدف است، یعنی به این معنا که ما هر آن چیزی را که دیزاین، طراحی و یا رسم میکنیم از آن یک هدف داریم و کسانی که در بخش گرافیک دیزاینینگ کار میکنند دانه‌های انسان‌های خلاقی هستند که با استفاده از خلاقیت خود چیزهایی را به وجود میارند، چیزهایی را میسازند که برای بیننده یک هدف میده. بر علاوه که هدف میده برشان انگیزه میده، بر علاوه که انگیزه میده آنها را اینتراکت یا جذب خود میسازه. که در این پروسه گرافیک دیزاینینگ البته با استفاده از رسم کردن تصاویر، رسم کردن سمبوله ها، استفاده کردن کلمات به شکل جذاب و مؤثر میتواند در کمیونیکیشن یا افهام و تفهیم برای ما کمک کنه. یعنی اشخاص به جای از اینکه از کلمات و از متن استفاده بکنن، با استفاده از تصاویر، از سمبوله ها، از کلمات میتوانند اهداف خود را انتقال بدن و این اهداف میتواند به شکل ساده چی شوه توسط دیگران فهمیده شوه. البته به خاطر از اینکه ما گرافیک دیزاینینگ به شکل درست و اساسی بفهمیم، گرافیک دیزاینینگ از خود یا طراحی که با هدف ما میگیم ای از خود بعضی عناصر یا المنت های خاص خود داره که این المنت ها یا این عناصر شامل بعضی از اشکال ذیل میشه که ما را بدانیم. اما قبل از اینکه را بفهمیم، طراحی گرافیکی یا گرافیک دیزاینینگ میتونه شامل فوتو یعنی تصویر باشه، شامل ایلستریشن یعنی شامل بعضی شکلها و حرکات باشه، شامل بعضی از لوگوها باشه، بعضی از لوگوها یا سمبولها باشه که اینا معمولا به خاطر اما اهداف خاص منظم استفاده میشن. و گرافیک دیزاینر یا طراحایی که آنها خلاقیت خود به کار داده از تکنیک های استفاده میکنن که اینمی اشکال گرافیکی، اینمی سمبوله ها، اینمی لوگو ها، اینمی حرکات را با هم ادغام یا که ترکیب میسازن و با استفاده از این تکنیک اما کمیونیکیشن یا افهام و تفهیم خود به دیگران انتقال میتن، برداشتای خود به دیگران انتقال میتن، پیامهای خود به دیگران انتقال میتن و دیگران با استفاده از همین گرافیک یا طرح ها و دیزاین ها میتونن چیزی را برداشت بکنن. وسایل یا ابزارهایی که از جمله المنت ها یا عناصری از گرافیک دیزاینینگ یا طرح گرافیکی شناخته میشن اینا هستن. اول لاینه ها خودشان عبارت از خطا می باشن. خطا یا لاینه ها میتونن این لاینه های مستقیم باشن، میتونن لاینه های کورو یعنی لاینه های منحنی باشن، میتونن لاینه های باریک باشن، میتونن لاینه های ضخیم باشن. یعنی خطای باریک و ضخیم، خطای منحنی، خطاهای مستقیم، خطاهای کج میتونن یک اهدافی را برای دیگران بیان بکنن که با استفاده از این خطا، با استفاده از این لاینه ها ما یک اهدافی را برای دیگران چی میتیم؟ انتقال میتیم. به طور مثال ما اگر یک خط مستقیم ما A و B ما بین A و B یک خط رسم بکنیم، این برای ما نشان میده که جهت A به طرف B است. برای ما نشان میده که ما بین A و B یک خط مستقیم به طور مثال وجود داره، یا ای که برای ما نشان میده A ریلیشنشیپ یا رابطه داره یا ربط داره با B، یا ای که A نقطه A را با B یک خط چی کرده؟ وصل کرده که هی البته میتونه معناهای مختلفی را داشته باشه. به می خاطر لاینه ها از جمله عناصری هستند که در گرافیک دیزاینینگ دارای یک معنای خاص و دارای یک هدف خاص می باشند. دوم البته ما شکل‌ها را داریم. شکل‌ها یا شیپ‌ها نیز یکی از عناصر گرافیک دیزاینینگ هستند و یا برای ما کمک میکنند تا ما پیام خود را، ایدیای خود
نظریات خود را برای دیگران انتقال بدیم تا اینا با استفاده از همون شکلها بتانن اما پیام ما را دریافت کنن. به طور مثال هدف از یک 4 ضلعی چی است؟ هدف از یک 3 ضلعی چی است؟ هدف از یک خط مستقیم یا خط ماننی چی است؟ هدف از همون چارت ها چی است؟ هدف از همون اشکال پیامک ها چی است که دیگران با هم ارتباط یا افهام و تفهیم برقرار کردن یا پیام داده یا یک مسیجی بسیار معین و مشخص را چی کرده؟ بیان کرده است. نکته بعدی کالر است. کالر یعنی رنگ. رنگ ها نیز یکی از عناصر مهمی گرافیک دیزاینینگ یا طراحی گرافیکی هستند. با استفاده از رنگ ها میتونیم اشکال مختلفی را رنگ‌آمیزی بکنیم تا اینا یک معنای اساسی و خوبی را با خود داشته باشند، یک معنای عجیبی را با خود داشته باشند. بر علاوه از اینکه یا اشکال‌های ما را دیزاین میتن، شکل‌های ما را مقبول میسازن، شکل‌های ما را رنگ میتن. هر رنگ میتونه معنای خاصی را بیان بکنه، پیامی خاصی را انتقال بده. بناهن میتونیم گفتن که رنگ‌ها یکی از عناصر مهمی گرافیک دیزاینینگ یا طراحی گرافیکی است. بعداً تایپ در اینجا با معنای متن آمده است. تایپ یعنی متن را یا مسیج را یا پیام را که ما می نویسیم، این میتونه چی شوه؟ از جمله تایپ شوه که توسط تایپ ما میتونیم توسط متن امو اهداف خود چی کنیم؟ انتقال بدیم. این اهداف یا این پیام ما میتونه روی از چی نوشته شده باشه؟ روی از اشکال نوشته شده باشه، با رنگ‌های مختلفی نوشته شده باشه و در حقیقت اینا برای نشان دادن معنای خاصی، برای انتقال دادن افهام و تفهیمی، برای انتقال دادن پیام‌های ما را در ارتباطاتمون چی میکنه؟ بیان میکنه. و چیزی دیگری که مهم است تکسچرها هستند. تکسچرها هم عبارت از بعضی متن‌ها هستند، از بعضی تصاویرها هستند که اینا معنا دارن، اینا سنس دارن، اینا یک انگیزه را ایجاد میکنن، اینا یک پیام را انتقال میدن، اینا یک معنای خاص و پیام خاص و افهام و تفهیم را برقرار میکنن و اشیای خاصی را میتونن چی کنن؟ پیام ما را انتقال بدن. یعنی اینا هستن از جمله المنت، عناصرهایی که در گرافیک دیزاینینگ یا طراحی گرافیکی به کار میره که اونا عبارت از لاین یعنی خطا هستن که خطا گفتیم خطای مستقیم، خطای منحنی، خطایی که باریک هستن، خطایی که ضخیم هستن، جهت خطا هستن. یا دوم شیپه ها، شکل ها یعنی اشکال مختلف. اشکال شکل ها میتواند شکلی از زاویه باشه، شکلی از رکتنگل ها و ترنگل ها باشه، شکلی از کالاوت ها باشه، شکلی از چارت ها باشه. کالر یعنی رنگ های مختلفی میتونه باشه. رنگ سبز معنای خاص خود داره، رنگ سیاه، رنگ سرخ معنای خاص خود داره. به طور مثال بیرق افغانستان یک مثال اگر بگیریم از همون 3 رنگ تشکیل شده که رنگش رنگ سیاه است، در عبارت از سیاهی، تاریکی، زیر استعمار بودن. رنگ‌های سرخ رنگ‌هایی هستند که بخواد زمانی درگیری، زمان جنگ، انقلاب را نشان میده. رنگ سبز به طور مثال سبز شدن، استقلال گرفتن، بیرون آمدن از تاریکی ها را نشان میده که میبینیم هر رنگ معنای خاص خود را داشته. تایپ یعنی متن‌ها، این که یک ورد بر علاوه که یک ورد یا یک کلمه خودش معنای خاصی را بیان میکنه، همچنان میتونه پیام خاصی را نیز در بر داشته باشه. و همچنان تکسچرها هم از جمله المنت یا عناصر گرافیک دیزاینینگ یا طراحی گرافیکی نیز می باشه. تولز یا اشیایی که به خاطر طراحی گرافیکی به کار میره. دیزاینرها البته کسایی هستند که اونا خلاق هستند، اونا مغز خلاقانه دارن، اونا افکار خلاقانه دارن. آنها تولزهایی را، اشیایی را
اسبابای را لوازمای را استفاده میکنن تا بتانن امو پیام خود در قالب شکل‌های گرافیکی یا طرح گرافیکی و یا یکی متنی یا یکی توسط خط یا یکی توسط رنگ یا توسط تکسچر چی کنه برمان بیان بکنه که نشان دهنده چی باشه؟ نشان دهنده یک پیام و یک مسیج و یک هدف باشه. بعدا ما داریم سکیچ پد که در سابقه ما را سکیچ پد میگیم. سکیچ به معنای است که ما ایدیا یا نقشه ذهنی خود را روی ورق یا کاغذ بیاریم. همین که ما نقشه ذهنی خود را ایدیای خود را روی ورق میاریم، از قلم از کاغذ استفاده میکنیم، یعنی به این معناست ما را چی کردیم؟ سکیچ کردیم. یعنی که ما نقشه کردیم، یعنی که ما یک نقشه ذهنی را طرحریزی کردیم، یعنی که ما یک نقشه فیزیکی را طرحریزی کردیم که این نقشه ها میتونه چی باشه؟ سکیچ باشه. سکیچ پد یعنی بالای چیزی که ما نقشه یا طرح خودم میریزیم. کامپیوتر که امروز ما و شما میفهمیم کامپیوتر یک آله برقی است و تکنولوژی امروز در عرصه تبادل افکار در طراحی گرافیکی البته نقش موثری را بازی کرده. در سابق ما تنها قلم و کاغذ داشتیم، در امروز ما کامپیوتر داریم. کامپیوترها میتونن که به خاطر اهداف خاص طرحها و نقشه های ما چشان استفاده شوند. به طور مثال ما از کامپیوترامون میتونیم جدوله های را بسازیم که او جدوله ها نمایانگر یک دیتا، یک معلومات خاصی باشند که اهداف ما گرفته شود. یا یک شکل گرافیکی را دیزاین میکنیم، مثل کوه، مثل دریا، مثل نقشه افغانستان، مثل نقشه سرک، مثل نقشه پارک ها توسط برنامه کیم و یا کت. اینا هم میتونه چی شود؟ از ابزارهای گرافیکی به شمار بره. و همچنان سافتویر یا برنامه های نرم افزار امروز کار گرافیک دیزاینینگ یا طرح گرافیکی را کاری ساده ای ساخته که ما میتونیم توسط ازی سافتویر را چی بکنیم؟ هم گرافیک خود به شکل بهتر، اساسی تر و دارای معنا و به شکل دیداری چی کنیم؟ بیان بکنیم. یا همون طراح گرافیکی خود را شکل خاصی بودیم، دلچسب ترش بسازیم، اترکتیو ترش بسازیم که به طور مثال کورالدرا را که ما چندین درس راجع به او خواهد خواندیم یا درسایی که ما قبلا خواندیم یا شما شنیدین و اینمی خودش یکی از جمله تولزهایی است که به خاطر طرح گرافیکی چی میره؟ به کار میره. نرم افزارهایی که معمولاً به خاطر جدی یعنی گرافیک دیزاینینگ، برنامه ها یا نرم افزارهایی که به خاطر طراحی گرافیکی به کار میره، به طور مثال در صفحه قبلی گفتیم که کورالدرا یا یکی فوتوشاپ یا یکی اسکیچ یا یکی الستراتور، ادوب دیزاین، افتر افکت، اینا از جمله سافتویرهای مشهوری گرافیک دیزاینینگ یا طرح گرافیکی هستند. البته اینجا تقریبا 15 نوع از سافتویرهایی هستند که اینا به خاطر طرح گرافیکی یا به شکل گرافیکی استفاده میشن، ولی مشهورترینی که ما البته بیشتر در بازار کنونی یا در مارکت کنونی باهاش آشنا هستیم او عبارت به طور مثال از فوتوشاپ است، عبارت از الستراتور است، ادوب افتر افکت است، ادوب دیزاین است، پرمیر است. اینی یا برنامه‌ای هستند که معمولاً به خاطر گرافیک دیزاینینگ استفاده میشن. خب توسط گرافیک دیزاینینگ ما چی چیزا را به طور مثال میسازیم؟ توسط گرافیک دیزاینینگ ما چی موضوعات را خلق میکنیم؟ یکم به طور مثال لوگو است که ما لوگو را البته میفهمیم سمبول های خاص هستند. کمپانی های مختلف لوگوهای مختلفی را با خود می داشته باشند. برند دیولپمنت است، یعنی
چیزای برند یا جدیدی که با بازار عرضه میشه، لوگوهای مختلفی خود دارن. بروچرها یا بوکلیت ها هستند که توسط بروچرها ما اعلانات و به اصطلاح انگلیسی ها ادورتیسمنت خود چی میکنیم شریک میسازیم. فلایرها هستند، ایلستریشن ها هستند، فوتوگرافی ها هستند یا عکس ها هستند یا تصاویر ها هستند. ادورتیسمنتی سینیج آوتدورز و ادورتیسینگ است. کلوتینگ و پروموشن و پرودکت هستند که یا تمامش چی هستند؟ اینا را ما توسطی سافتویرهای گرافیک دیزاینینگ طراحی میکنیم. به طور مثال اگر بگیم که ما توسطی گرافیک دیزاینینگ چی کار میکنیم؟ ما لوگو را دیزاین میکنیم. اینجا براتون لوگو میگه چی است؟ میگه لوگو یک چی است؟ یک چیز خرد است. اگر ما تعریفی از لوگو را بگیم میگیم چی است؟ یک آیکن خرد است و این آیکن خرد میتونه معنای خاص خود داشته باشه، پیامی خاص خود داشته باشه. به طور مثال ما و شما اگر بیایم سری لوگوی از اپل بس کنیم، کمپانی اپل که تمامتان باهاش آشنایی دارین، به طور مثال آیفون ها تماما شکل سیب یا اپل پشتی آیفون ها هک شده که این بر علاوه از اینکه یک شکل خورده است، یک آیکن خورده است و ما و شما از آیکن اپل یا سیب میفهمیم که پرودکت یا تولیدات کمپانی اپل است. بر علاوه از این یک معنای خاص خود را می داشته باشه. یعنی بر هدف خاصی گفتیم چی میشه؟ استفاده میشه. و تاریخی از لوگو را میبینیم که تاریخ لوگو در کدام سالها و در کجا به وجود آمده است که ما و شما با استفاده از مطالعه از سلاید نیها را با سادگی خواهد فهمیدیم. برند دیولپمنت که قبلا در سلاید قبلی ما و شما گفتیم، بعضی برندها و بعضی چیزهای جدیدی را که ما تولید میکنیم، کمپانی های مختلف وقتی که چیزهای مختلف را به طور مثال کامپیوتر تولید میکنن، به طور سادهش یک سافتور یا یک نرم افزار یا برنامه جدید را به بازار عرضه میکنن، یا که ساده تر بگیم یک کالا به بازار عرضه میشه، یک آله، یک وسایل خانه به بازار عرضه میشه، حتما لوگوی امو کمپانی را می داشته باشه. برند امو کمپانی یعنی نشان میده که ای از کدام کمپانی ساخته شده است. بروچرها و بوکلت ها معمولا به خاطر ازی پرینت میشه یا به خاطر ازی چاپ میشه که ما اهداف خود را در قالبی از بروچرها یا بوکلت ها برای شنوندگان خود، برای مشتریان خود، برای مراجعین خود بفهمانیم که هدف از این کمپانی چی است، هدف از تولیدی برند یا ای پرودکت یا ای محصول چی است که ما میتونیم در قالب بروچر و بوکلت یا را به دیگران چی کنیم بفهمانیم. به طور مثال ما اگر بریم یک مکتب از خود چی می داشته باشه، بروچر و بوکلت داره، برای دیگران جزئیات میده که این مکتب از سال ایجادش است، توسط فلانی به طور مثال بنیادگذاری شده، با این اهداف این کورسا را با خود می داشته باشه. یعنی تمام چیز جزئیات ما میتونیم از بروچرها و بوکلت ها بگیریم. بر علاوه دیگه چیز که داریم به نام فلایرها هستند. فلایرها معمولا به خاطر معلومات دادن به ویورها، به کسایی که بیننده هستند، به کسایی که شنونده هستند، این هم مثل تقریبا به شکل بروچر هم و دیتیل و جزئیات و معلومات را چی میکنه؟ فلایرها به بینندای ما، به شنوندای ما، با کستومرای ما، یا ای که با مشتریان ما، یا ای که با استیکولدرها و شرکای ما، یا ای که با مردم، با کامیونیتی، با جامعه چی میکنه؟ نشان میده. و هر کمپانی هم فلایر خاص خودم می داشته باشه. بر علاوه از او ایلستریشن ها نیز قصه ها یا ای که جزئیات تی تمامی از کمپانی های ما را میتونه چی کنه؟ برای دیگرها بیان بکنه تا اونا را به کمپانی های ما دلچسب یا جذب کنه، مشتری های ما را زیاد بکنه،
شرکای ما را زیاد بکنه، جامعه توجه بیشتری با ما بکنه، ما را به جامعه بفهمانه، بشناسانه، میتونه از یا استفاده شد. بر علاوه از او فوتوگرافی در اصل اگه تحت لفظی معنا کنیم به معنای عکسگیری، عکس گرفتن یا عکاسی است. عکس‌هایی که ما میگیریم بر علاوه از اینکه ای امو تاریخی از کمپنی ما را، از پرودکت ما را، از مسئول ما را، از خدمات ما را نشان میده. یک داکومنت یا اسناد خوبی می باشه که اشخاص میتونن با استفاده از فوتوها یا از عکس‌ها برای دیگرها یک موضوع را بفهمانند. بر علاوه از او به خاطر کمیونیکیشن یا رابطه برقرار کردن چی میره؟ به کار میره. و این فوتوها یک کلچر ویژوال هستند، یعنی توسط دید ما میتونیم یک چیز را بفهمیم، تشخیص بکنیم. سند آوتدور و ادورتایزینگ که ما شما بفهم، ادورتایزمنت به معنای اعلانات است. اعلانات معمولا به خاطر اعلان کردن یک تولید یک پرودکت یا تولید جدید یا ارائه کردن یک خدمات جدید. اگه به طور ساده ما بگیم همین که در مکاتب اعلانات صورت میگیره یا ادورتایزینگ صورت میگیره به خاطر ثبت نامی از شاگردها، به خاطر خدماتی که ما ارائه میکنیم، به خاطر درس‌ها و چپترها و موادایی را که ما داریم، تمام از اینا میتونه چی باشه؟ میتونه ادورتایزمنت یا اعلانات یا اناونسمنت باشه. و همچنان پروموشنال کلوتینگ پرودکت، یعنی ما بیشتر از همین اعلانات، از فلایرها، از ایلستریشن ها، از ادورتایزینگ از یا استفاده میکنیم به خاطر از اینکه پرودکت یا محصول ما را بهتر برای دیگرها معرفی بکنه، کمپانی ما را معرفی بکنه، تجارت ما را معرفی بکنه، خدمات ما را برای کلاینت یا برای کستومر یا برای مشتریامون، برای جامعه، برای مردم بفهمون. گرافیک دیزاینینگ معمولا شکل ایجاد میکنه، گراف ایجاد میکنه، تصاویر را میسازه، سمبول ها را میسازه، لوگو ها را میسازه، فلایر ها را میسازه، بروچر ها را میسازه، بوکلیت ها را میسازه، نیوزلیتر ها را میسازه. یا چیزهایی هستند که ما توسط گرافیک دیزاینینگ میسازیم. ولی گرافیک انیمیشن تفاوتش با این گرافیک دیزاینینگ است که توسط ازی باز ما توسط انیمیشن صحبت میکنیم. قسمی که ما در گرافیک دیزاینینگ با تصاویرمان، با فلایرمان، با ادورتایزمنتمان، با فوتوگرافیمان توسط لاین‌ها و چیزا بر شنونده پیام خود انتقال دادیم. در گرافیک انیمیشن توسط حرکات ما میتونیم برای شنونده یا برای بیننده خود یک اهداف یا یک پیام را منتقل کنیم. این بود خلاصه ای از درسی امروزی. امیدوار هستم چیزی را برداشت کرده باشین. تا درس‌های بعدی و ویدیوهای بعدی شما را به خداوندی پاک و منان میسپارم. روزگار به کامتان و حق یارتان.